با سلام آقای ضیا صدراشرافی، فرصتی دست داد که رو در رو با شما البته یه بار مصاحبه کردیم. میخواستم بپرسم در رابطه با جنبش که تحت عنوان هویت طلبی آذربایجان هست و در سایت ایران گلوبال هم خب سایتی که آزادی بیان درش هست و نقطه نظرات متفاوتی در واقع یا متضادی تا حدودی میشه گفت طرح میشه. میخواستم به طور اجمال راجع به جنبش هویت طلبی آذربایجان و نظرات خودتون به طور فشرده و خلاصه برای شنوندگان سایت ایران گلوبال بفرمایید. من ضمن عرض سلام به شما و شنوندگان محترم ایران گلوبال و خوانندگان ایران گلوبال، رو راست اینه که این جنبش های هویت طلبی به طور کلی در واقع جنبش های عکس العملی هستند از لحاظ ماهیت. یعنی یه سرکوبی انجام میگیره، یه انکار هویتی انجام میگیره، بعد یک مدتی این پیش میره و بعد که داستان رو میشه اون وقت بنا به اون قاعده نیوتن هر عملی را عکس العملی است مخالف با آن، که در مسائل انسانی گاهن اینجوری نیست، گاهن شدتش بسیار عکس العمل بیش از اون عمله که میاد. بله، بسته به حوزه است که انجام میگیره و چیزی که انجام میده و این بسیار طبیعیه. دلیل این مثلا اینه که کتاب کوچکی من نوشتم در مورد کثرت قومی و هویت ملی ایرانی. چه تاریخی بود؟ این در حدود فکر میکنم 1990 و حدود 90 اون حوالی تقریبا به حدود 20 سال پیش. کثرت قومی و هویت ملی ایرانی که در تریبون شماره 2 تا 4 سوئد چاپ شد. در ایران هم یک آقایی من نمیشناختمشون برداشت مقدمه آلمانی‌ای هم فاضلانه‌ای هم نوشت و اون رو چاپ کرد. این برای من اینه که برمیگردم به سوالتون ها، هر انسانی حدوداً 9 تا 10 تا هویت داره، زن و مرد. 9 تا 10 تا که میگم اونایی که تبار دارن، 10 تا میشه اونایی که تبارشون ناشناخته است، 9 تا میشه. بخشی از اینا یادگار دوره قبیله‌ای و ایلی هم، مثل نژاد و تبار و رنگ و پوست و ذاتی انسان هم. مثل جنسیت، زن و مرد بودن. بقیه ارثی اجتماع هست، میراث اجتماع هست و این میراث اجتماعی قوی ترینش که ما را انسان میکنه زبان مادریه و جالب اینه که در مغز جای زبان مادری با مرکز زبانهای دیگه فرق میکنه. انسان‌هایی که آلزایمر میگیرن اونا رو فراموش میکنن، گاهن اون مرکز باقی میمونه. خیلی این نقطه جالبیه، زبان مادری میمونه. بله. و جالب اینه که اینو من پسرم چون رشته پزشکی میخواست چیز کنه، استادش سایتو فرستاده بود اونجا، یعنی مال 2 سال قبل، زیادم قدیمی هم نیست این مسئله. به هر حال اینو اونجا من دیدم و یاد گرفتم. با شیر اندرون شد و با جان بدر رود. و این زبان مادری با زبانهای دیگه این فرق داره که علاوه بر اینکه وسیله مبادله هست، احساس و محبت و عشق هم باش قاطیه. یعنی مادر اون جوری یاد داده، 1 حرف 2 حرف بر زبانم الفاظ نهاد و گفتن آمد. و انسان معمولا طرف راست مغزش به اصطلاح مفهومی میاندیشه. بچه قبل از اینکه زبان مادری رو بشناسه مادر رو میشناسه،
مفهومی میشناسه. وقتی که طرف چپ مغز که استدلالی و زبان هم جزو اونه یاد میگیریم، اونجا ما دنیا رو به قول هایدگر، این جملهش که من با نظریه کلی پیرو هیچ کس نیستم از جمله هایدگر، ولی این جملهش بسیار درسته که میگه انسان در اتاق زبان میاندیشد. ما خود به خود نمیتونیم بیاندیشیم، در اتاق زبان میاندیشیم، یعنی با کلمات میاندیشیم. و به درستی ارسطوی نابغه که نابغه اعصار و غول اندیشه بشری است، گفته که انسان حیوان ناطقه، یعنی اگه حرف نزنه تبدیل به حیوان میشه. و این رو ما از جامعه یاد میگیریم، یعنی انسان فرد منفرد زبان نداره و بعد از یه مدتی هم اون مراکز از بین میرن و دیگه یاد گرفتنش خیلی مشکل اگه تو جنگل ول بشه. و این در هر حال خواستم یعنی زبان اهمیتش ریشش عمیق‌ترین انسانه که بعد انسان میشیم، یعنی ما رو انسان میکنه. با اون کلمات حرف میزنیم، فکر میکنیم. بعد از اون چیه هویت بعدی؟ هویت دینیه. اونم خیلی عمیقه. خیلی عمیقه، یعنی ارزش ها از اون میاد. در زبان ارزش ها نمیاد. حتی فرهنگ ها متأثر از اون. قبلا که فرهنگ ها دینی بودن، قبل از این انقلاب فرانسه و امریکا و اینا سرمایه‌داری به قدرت برسه و دین رو کنار بزنه، قبلا اون بود. بله. بنابراین هویت دینی هم نیک و بد، حلال و حرام، ثواب و گناه، اینا رو میاره. به دقت میکنیم که این انقلاب بگم بعد از انقلاب فرانسه است که ارزش‌های حقوق بشر و غیر دینی مطرح شده. قبلا دینیه بدون استثنا. و این که آقای مثلا خاتمی میگفت گفتگوی تمدن‌ها، این تمدن سرمایه‌داری صنعتی جنسش با تمدن‌های دینی یکی نیست، مثل جمع کردن لیتر و متره. اصلا اون نمیتونه با این گفتگو داشته باشه، از یه جنس نیست. این دنبال ثواب و گناه نیست، این دنبال نظم قانونی، دیسیپلین و کاره و بازده مثبت کار. اصلا دنبال اون چیزایی که دین میگرده نیست. چه دیالوگی، چی میخواد اسلام به این یا مسیحیت یا یهودیت یا اینکه زرتشتی به تمدن سرمایه‌داری صنعتی بگه؟ اصلا یه جنس نیست که بشه جمع کرد. و حرف از نظر اپیستمولوژی و معرفت شناسی بی‌پایه است. برگردم به سومین هویت بعدی، بعد جنسی رو که گفتم، دینی. بعد از اون ما میرسیم به هویت طبقاتی. یعنی چی؟ یعنی امکانات طبقه متوسط رو به چه طبقه آیا کار رو میخریم یا کار رو میفروشیم یا وسیله مبادلش که سرویسه دیگه بین اینا. این سه تا بسته به این امکانات هم ما تربیت میشیم. یعنی بچه از مادر و پدر یه چیزی میخواد، یا فوراً اون آماده است بهش میرسه، یا میگم که صبر کن تا آخر ماه میخرم، یا اینکه یه سیلی میخوره که حرف نزنه. فرق میکنه دیگه. میبینید این هم هویت طبقاتی انسانه. طبعا هر انسانی میخواد هویت طبقاتیشو میره بخت آزمایی لوتو میخره که عوض کنه، به جایی که کارشو بفروشه کارو بخره، صاحب کارخونه بشه. اما در هر حال به این راحتی نیست که انسان طبقات رو به این راحتی عوض کنه. بعد از این میرسیم فرض بفرمایید که هویت تباریه. بعضی انسان ها سیدن، هویت تباریه. یهودی ها تبارن، یعنی کسی نمیتونه قصاب و سلاخ و حاخام بشه، اون باید از خانواده هارون باشه. و الا این نیست که هر کس یهودی شد بتونه بره قصاب بشه. هیچ کس گوشتشو نمیخوره، حرامه. دقت میکنید؟ تبار وجود داره در دین زرتشتی. غیر از این ایرانیای جدیدی که رفتن زرتشتی شدن زورکی، در خود دین زرتشتی هم که یک دین قومی است نه ایمانی، اونجا هم همینطور
تبار وجود داره. تبار الان چه نقشی داره در هویت؟ در هندوستان هم کاست. در هندوستان خیلی و اون تباره دیگه شغل تباریه. شما نمیتونید شغل دیگه یعنی چیز بکنید. یعنی عمر خیام نیشابوری اگه در دوران ساسانی متولد میشد بنا به شغل پدر بزرگش خیمه میدوخت دیگه عمر خیام نمیشد. اون کاست یه ابن سینا شخم میزد زمین رو چون از دهکده افشنه بخاراست، روستا زاده است. بنابراین اینم از این هم رول اجتماعی هم داره. الان در ایران جالب اینه آخوند تبدیل به یک کاست شده. دقیقا تبدیل به یک کاست شده. توجه، چون در حاکمیت هم هست ازدواج گروهی میکنه که قدرت رو چیز نکنه. بنابراین این تباری منظور چیزه مسئله هنوز گیرش هستیم. مثل هند نیستیم که کاست و اسلام تموم کرد، یک کار مثبتی بود از لحاظ تاریخی. یعنی نخواسته این کارو کرد چون اسلام دین تباری نیست، دین ایمانی است، مثل میترائیسم، مثل بوداییسم، مثل مسیحیت و مثل مانویت. و هر کی مؤمن بشه میشه مسلمان. اشهد ان لا اله الا الله. در حالی که شما باید در یهودیت و مسیحیت زرتشتی متولد بشید، مثل مسیحیت و اسلام و بودایی نیست. حالا این مقدار سریع بگذاریم از این هویت بعد بریم مشخص میگم. یک هویت هم هستش که هویت ملیه، خلاصه میکنم برنامه رو نمیشه که اون جغرافیای سیاسی ایران هر که اونجا متولد، امروز من گفتم هر که متولد اونجاست در مقابل کسانی که پاسپورت شناسنامه ایرانی ندارن، ایرانیه. من در خارج ایرانی هستم. خوبی زدین در خارج من ایرانی ام، در داخل ایران دیگه من نمیتونم بگم من ایرانی ام. ترک هم یا فارس هم یا مازندرانی هم یا گیلک هم و آخر اسم اون زبان مادری رو میگه. فارس هم درست به همون معنا، قوم، ملت، ملیت، هر اسمی. من منتها چون در ملیت های ایران فدرال اونو مخصوصا توضیح دادم که ما ملت ایرانیم در مقابل دیگران. در داخل ایران ملیتیم در معنای ساب نیشن، خارج معنی یعنی زیر ملت مستحجن اینه که ملی با همچنان که ملی رو از قرآن برداشته شده الان در معنای مدرن به کار میره. ملت ابراهیم حنیفا. و اونایی که مثلا میگن ایران متشکل از ملل هست، نه من به اینو نمیپسندم شخصا. به چه دلیلی؟ به این دلیل که این اولا مانع یک تفاهم عمومی خواهد بود. من در مورد این دوستان کرد که تو اون اطلاع مشترکشون به کار برده بودن در تلویزیون میهن یک صحبت 3 ساعته کردم تقریبا و بستش دادم و توضیح دادم. بعد آقایی که تا امروز نمیشناسم ایشون به نام آقای عمر حمیدی اومدن، منم خبر نداشتم. بعد آقای سعید بهبهانی به من زنگ زد گفتن که همه حرفاتو تایید کرده، اصلا داره کلمه کلمه صحبتهای تو رو چیز کرده، تایید کردن ایشون. من نمیشناسم ایشون هنوز، خوشحال میشم که باعث آشنایی بشه ولی نمیشناسم. به هر حال منظور اینه ما ملت ایران هستیم، یک ناسیون هستیم، در سازمان ملل یک کنستی داریم، همون فرمل تعریفشه. در داخل ایران یا اگر ملت بشیم، ملت‌های آذربایجان و ترک و فلان و فلان و فلان، زمینم به آسمان نمیاد. مثال میزنم اسپانیا کاتالان ها رو خاطرتونه ناسیون ملت ننوشته بودن، گفتن اگر در قانون اساسی ما رو ملت ننویسید از اسپانیا میایم بیرون. گفتن آقا اینم ناسیون تموم شد بشمون شد برای اینکه بمونن بعد تموم دیگه. از سر الفاظ آدم نمیاد مملکت رو به هم بزنه. توجه میکنی؟ مهم اینه که درک مشخصی از فدرالیسم من اگر فدرالیسمه یک دولت مرکزی فدرال داریم که از مجموعه مختلف این ملیت ها بر حسب تعداد رأیشون، تعداد جمعیتشون و کیفیت اون آدم ها، گاهی تعداد کمه ولی شخصیت های بزرگی وجود دارن، مثل یوگسلاوی مارشال تیتو اکثریت سرب بود، ایشون کوخوات بودن. حالا شما در مورد زبان مشترک آخرش بگم آخرین هویت ما هم هویت انسانی ماست که
مونتسکیو. من اون کتابمو به این جمله زیبای مونتسکیو ختم کردم که میگه که اگر فرمانروایم از من مشورتی را بخواهد که باعث زوال ملت دیگر بشود، آن را به فرمانروایم نخواهم گفت. من نخست به صورت طبیعی انسانم و بر حسب تصادف فرانسوی است. چقدر فرق انسانیت رو با بالاتر از ناسیون گرفته. منم همینطور. هر چیز که انسانیت منو زیر سوال ببره اونو من کنار میذارم. این چیز عمومی منه برای همه اون هویت هایی که دارم. بله. من هر کدوم از این هویت ها اگه تحت فشار قرار بگیره یا باعث امتیاز بشه در انسان برجسته میشه. و دکانداران سیاسی اونجا صراحتا اینو نوشتن، میان اونی که لازم دارم برجسته میکنم، میگم بقیه‌اش هیچ. اون بولشویک‌ها میگفتن هویت طبقاتی، اصل بقیه‌اش چیزه بورژوازی، تمایلات بورژوازی. حالا اگه وقتی نگاه بکنیم مثلا تو همین جنبش‌هایی که خودشون به عنوان جنبش‌های ملی تر میکنن یا ملل تحت ستم تر میکنن، اظهاراتی میشه که آدم واقعا گاهی وقتی فکر میکنه که اون ناسیونالیسم، یعنی تنها یکی از اون هویتایی که شما مطرح کردین، چنان برجسته میشه که دیگه همه هویت‌ها میره کنار. اینها مثل من مثال که زدم، مثل دیدن و شنیدن و بوییدن، اینا تناقضی با هم ندارن. من هم ترک زبانم، اصلا ترک یا فارس یا کرد یا مازندرانی و بلوچ و لورو هیچ معنی دیگری غیر از این که مادرم به من چه زبانی رو یاد داده نداره. دقیقاً اصلا توجه میکنه همه از نظر ژنتیکی انسان بیش از سال 2000 به بعد معلوم شد که اصلا کد ژنتیکی رو اول در لایپزیگ آلمان باز کردن، آمریکا همون روز گفت منم باز کردم، فرانسه هم یه هفته بعد گفت روی 36,000 نمونه انسان چیز کردیم، انسان یه نژاد بیشتر نیست. این مقولش اصلا ختم شده است که حالا نژاد آریا، نژاد ترک، نژاد سامی اصلا چیزی که معنا نداشته باشه از نظر اپیستمولوژی دیگه وارد درست و غلطش نمیشیم. اصلا بی‌معنی، حرف بی‌معنی میزنه. ولی واقعیت اینه که ما در ایران به نظر من هر انسانی هویت‌های مختلف داره. یکی میاد میگه فقط ایرانی هستید و سلام، تموم شد. یکی میاد میگه فقط ترکی، کردی، لوری، عربی، بلوچی و سلام. ببین نه و سلام نیست. من هم ترکم، هم ایرانیم، هم مردم، هم یکی از هویت هویت شغلیه، شغل دانشگاهی داشتم. نشانه این هویت ها چیه؟ من اونجا تحلیل راحتی دادم. نشانه این هویت ها اینه که اگه بهش فحش بدن، اهانت بکنن، برمیخوره به مرتبه 3 میلیون آدم، 29 شهر آذربایجان میریزه بیرون. هر من ترکم میگه. بله. اگر ازش تعریف بکنن آدم خوشش میاد. مثلا ایرانی‌ها باهوشن. در آذربایجان اتفاق افتاد، خب حمایت خیلی بسیار خوبی شد، بسیار عالی بود. من خیلی خوشحال شدم. از مشهد گرفته اصفهان همه جا. این ایجاد همبستگی میکنه. توجه میفرمایید. طبعا اون بخشی از اون استقلال طلبان میخواستن این بخشو خیلی کوچک کنن، من برجسته میکنم. دقت میکنی؟ اولا جنبه انسانی داره بیش از ملی به نظر من، بعدم ملی توشه، هیچ مسئله‌ای نداره و در واقع روی رژیم سیاه بود که اون کمک ها رو مانع میشد. الان در زیر سرما فقط 7,000 خانوار ویران شده، تقریبا 200 تاش ساخته شده، 200-300 تاش ساخته شده. فاجعه زیر چادرهایی است که به درد خامنه‌ای میخوره اونجا بمونه که هدیه چون خامنه‌ای بوده، به این خاطر میگن. توجه میفرمایید و متاسفانه خب بپردازید. بنابراین این هویت ها وقتی طرح مسئله رو کردم، نتیجه این وقتی که روی این بخشی از هویت انسان پا گذاشته بشه و
70 سالم، 60 چند سالم بهش تلقین بشه که تو آذری هستی، ترک نیستی فلان، عکس العملش اونه که باز خودشونو به کری میزنن. توجه میکنی؟ قضیه اینه، تعیین هویت به عهده خود انسانی، نه به عهده کسی دیگه. دایم مهربان‌تر از مادر که وجود نداره. و گفتم هیچ زبانی هم برای هیچ انسانی از لحاظ روانشناسی جای زبان مادری رو که با مهر و محبت آمیخته شده نمیگیره. آیه های مهر و محبت، من انسان شدم با اون، توجه میکنید؟ و مادر انسانم کرده. پدر این کار رو نمیتونست بکنه که بچه لال رو اونقدر حرف بزنه که گفتن آموخت به قول ایرج میسا. بنابراین این عکس العمل ها الان به اینجا، یعنی این افرادکاری های، یعنی این عکس العمل افراط اون عکس العملی است که حاکمه و وجود داره. بخشیشون که نمیان مسئله رو به صورت این کلی که من عرض کردم ببینند، اون وقت خشم فرو میکاهه، توجه میکنه و دنبال یک راه حل معقول معتدل انسانی هم که گفتم انسانی میگرده که حداقل خونریزی بشه. زیرا وقتی خونریزی بشه خون با خون گردین پاک میشد. خب همین دیگه. الان مسئله اینه که توی جنبش آذربایجان خیلی جریانات، حالا چه اونایی که رسما اعلام میکنن و چه اونایی که مثلا با طرح آذربایجان جنوبی و استقلال و اینا که خب تاش یعنی جدایی و این خونی که میگیم واقعا خب ما ایران یه چیز تنیده. مثلا من مال مازندرانم، در شهر ما که قبلا اسمش شاهی بود حالا قایم شهر بهش میگن، 1/3 از جمعیت قبلا هم بارفروش بوده. آره واقعا اینا شاهی کرده. آره اینا الان اومدن 3-4 نسل اونجا دارن زندگی میکنن. بله. یعنی تنیدگی خیلیه. نه سرمایه‌داری تنیده میشه دیگه. تنیدگی هست و من شنیدم خب شما هم زبان مشترک رو زبان فارسی میدونین و هم همین هویت زبان مادری رو طرح میکنیم و ازش دفاع میکنم به شدت و این جالب هست به نظر من. این اون هویت ملی منه که یک زبان مشترک لازم داره این جامعه سرمایه‌داری. این هم هویت زبان مادری منه دیگه. توجه میکنید؟ چه تناقضی، این چه توحشی است. عذر میخوام این واژه رو به کار میبرم که 57 سال از دوره پهلوی 1304 به امروز گرفتارش شدیم. 33 سال هم خمینی همون ادامه داده. با زبان مادری مردم چی کار داره؟ طبعا یه چیزی اینجا شما یادتون از چند سال پیش ما تو کنفرانسی بود در بریسل که مال کنفرانس مال در واقع کسی که طرفدار فدرال بود، کنگره ملیت‌های ایران فدرال بود دیگه، ما گذاشته بودیم. ببینید اون زمان که وقتی ما طرح می‌کردیم توی سایت ایران گلوبال مثلا طرح می‌کردن اینا تجزیه طلبن فلان، وقتی الان اومدیم در این کنفرانس پراگ که شرکت کردیم به نظرتون نمیرسه که بالاخره خیلی‌ها اومدن جلو و پذیرفتن که این مباحث ملی قومی رو اتنیک رو واقعا رو من خودم شخصا مثبت میبینم که اینقدر این جنبش سیاسی رشد کرده که میان طاقت تحمل دیگری داره. آره. من دموکراسی رو طاقت تحمل منطق مخالف تعریف کردم. طاقت تحمل منطق مخالف. دقیقا هم همینه. بله. به هر حال اینم یکی از تعریفاش. من فکر میکنم که حقیقتش 2 تا قبل منو دعوت کردم، من نیومدم. چرا؟ من نمیام گوش بشم اینجا. من میام حرفی دارم اونم بزنم یا اون حرف از طرف کسی دیگه که مثل من میاندیشه درد و منو داره زده بشه. و چون این دفعه پانل ملیت ها گذاشته شد من به این دلیل اومدم. درست به این دلیل اومدم و الا نمی اومدم. به عنوان آخرین سوال برای اینکه شما پیامتون برای این خیلی از جوونا هستن تو ایران به صورت طرفدار جنبش هویت طلبی هستن، آذربایجان هستن و چه پیامی دارید؟ من پیامم اینه که
من شدیداً در دوره گلوبالیزاسیون با تجزیه مملکت ها موافق نیست. البته این رو به عنوان یک حق میشناسم، یعنی همچنان که با طلاق مخالفم، با حق طلاق طرفدار حق طلاقم، چون طرفدار آزادی انسان هست. ببینید دو مسئله رو حق و بایستی از موضوع جدا کرد. من طرفدار تجزیه ایران نیستم، چون دودش به چشم ما میره. از نظر انسانی میگم که 2,5 میلیون انسان در جدایی پاکستان و هند کشته شد. ایران ممکنه رقم بالاتر از اون بره. توجه خیلی زیاد وحشتناک. بنابراین مسئله رو ما اگه بتونیم از طریق سیاسی حل کنیم، نبایستی به این مسئله متوسل بشیم. به این خاطر من یعنی پرنسیبام روشنه برای مسئله، ولی با حق تعیین سرنوشت که ضامن حفظ تمامیت ارضیه. برخلاف من نخواستم اینجا ناطق بی خودی نمیشم، ولی به نظر من حق تعیین سرنوشت اگر با آزادی و برابری توأم باشه، کسی دیوانه نیست این از این مملکت جدا بشه بره جای دیگه، اونم چیز بشه، شهروند درجه دوم. دقت میکنید؟ دقیقا ما بنابراین به نظر من بایستی با حق تعیین سرنوشت مثل حق طلاق ملیت، چرا باید شرایطی پیش بیاد که یه عده بخوان جدا بشن؟ ما این در واقع ضابطه حفظ دموکراسی هم هست. دقت میکنید؟ و به این دلیل من واقعا فکر میکنم که اگر میخوایم تمامیت ارضی باقی بمونه، بایستی حق تعیین سرنوشت رو قبول بکنیم مثل حق طلاق. دقیقاً. و آزادی و برابری. تشکر از شما آقای صدر اشرفی. امیدواریم که بازم در مناسبت‌های دیگه با شما از طریق تلفن مصاحبه داشته باشیم. منم همینطور خیلی ممنون از شما و شنوندگان عزیزتون.